به نام خداوند بلند آسمان، خداوند خاک و خداوند جهان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که صدای منو از کانال PCI میشنوید. PCI یعنی طب سنتی ایران. طب سنتی ایران با پزشکانی سنتی است که یکی از قدیمی ترین اشکال طب سنتی است که از روی کرده های پزشکی مبتنی بر شواهد ناشی شود. آنچه که طب سنتی ایران نامیده می شود در واقع از طب سنتی قدیم فلات ایران، طب بین النهرین، طب مصری، طب هندی، طب یونانی، طب چینی، طب اسلامی و مجموعی از باورهای شفاهی درباره تشکیل شده است. خب شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر سینا هستید، یکی از پزشکان خیلی خوب کشور که اطلاعات زیادی در زمینه گیاهان دارویی داره و ما ازش درخواست کردیم که در برنامه‌های کانال ما یعنی کانال طب سنتی ایران حضور داشته باشه و به سوالات شما عزیزان پاسخ بده. شنوندگانی که سوال دارن میتونن از طریق کامنت ها با ما در ارتباط باشن. سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر سینا. منم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت تمام شنوندگان کانال طب سنتی ایران. بنده دکتر سینا هستم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. ممنونم آقای دکتر از شما. آقای دکتر، شنوندگان ما از ما درخواست کردن که امروز درباره اختلالات نفوس صحبت بکنیم. بله، اختلالات نعوذ با بالا رفتن سن شایع می شود، اما احتمال وقوع آن در مردان جوان نیز وجود دارد. به همین دلیل درمانهای اختلال نعوذ می تواند برای تمام گروه‌های سنی که قبلا ناتوانی جنسی نامیده می شد زمانی رخ می دهد که بی مؤثر باشد. اختلال نعوذ حالت تناسلی خون کافی برای رسیدن به یک نعوذ رضایت بخش را دریافت نمی کند. اختلالات نعوذ بسیار شایع است و اکثر مردم در زندگی خود تا حدودی مشکل رسیدن به نعوذ یا حفظ آن را تجربه می کنند. بسیاری از افراد تصور می کنند که مشکلات نعوذ فقط مربوط به افراد مسن می شود، اما در واقع مشکل نعوذ در جوانی هم وجود دارد. مطابق با آمار اختلالات نعوذ 8% از مردان 20 تا 29 سال و 11% از مردان 30 تا 39 سال را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین داده ها حاکی از آن است که تعداد افراد زیر 40 سال که به دنبال درمان مشکل اختلالات نعوذ هستند روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از عواملی که منجر به اختلالات نعوذ می شوند در هر سنی می تواند رخ دهد. این عوامل خطر شامل عوامل احساسی و فیزیکی می شود که هر دوی آنها برای فعالیت جنسی بسیار مهم هستند. عواملی مثل سیگار کشیدن، نوشیدن الکل به مقدار فراوان، مصرف داروهای مخدر، فقدان فعالیت‌های فیزیکی، استفاده از مکمل‌های ورزشی افزایش دهنده تستوسترون و داروهای کمک به نعوذ بدون نسخه. آقای دکتر ببخشید، سن هم داره تأثیری در نعوذ دارد؟ بله، سن یک عامل خطر اصلی برای اختلال نعوذ می باشد. مطابق با برخی از تخمینه ها مردان به احتمال 40% با رسیدن به سن 40 سالگی نوعی اختلال نعوذ را تجربه می کنند. این احتمال خطر با رسیدن به دهه سنی بعد 10% افزایش پیدا می کنند. با اینکه احتمال اختلال نعوذ با بالا رفتن سن بیشتر می شود، افزایش سن به طور مستقیم نمی تواند عاملی برای ایجاد اختلال نعوذ باشند. اختلال نعوذ یک بخش طبیعی
روند پیری نیست. برخی از مردان ممکن است در 80 سالگی از نظر جنسی فعالتر باشند، گرچه با بالا رفتن سن خطر ابتلا به بیماری‌های که منجر به اختلال نعوذ میشوند بیشتر است. ای دکتر ببخشید، علت اختلال نعوذ در مردان چیه؟ اختلال نعوذ علتهای مختلفی دارد. عواملی مرتبط با سبک زندگی، روانشناختی، نورولوژیکی میتواند داشته باشد و یا ممکن است یکی از عوارض جانبی داروها باشد. عوامل استرس، اضطراب و سبک زندگی در هر سنی میتواند منجر به اختلال نعوذ شود، در حالی که در افراد مسن‌تر عوامل فیزیکی نقش مهمتری دارد. عللهای فیزیکی شامل شرایطی میشود که سیستم عروقی، سیستم عصبی یا سیستم هورمونی را تحت تاثیر قرار میدهد. برخی از این عللها عبارتند: مشکلات سلامت ذهنی مانند استرس و اضطراب، اختلالات خواب مانند فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی یا رگ‌های خونی، چاقی، بیماری‌های کلویی مزمن، بیماری‌های بیرونی یا کجی آلت تناسلی، ناهنجاری‌های آلت تناسلی، آسیب به آلت تناسلی، نخاع، پروستات و مثانه یا لگن. در بسیاری از موارد اختلالات نعوذ ناشی از عواملی همچون رژیم غذایی ناسالم، سطح بالا، استرس فقدان و ورزش و سیگار کشیدن می شود. افراد بر رفع این موانع می توانند علایم اختلال نعوذ خود را بهبود ببخشند یا به طور کامل حل کنند. با این حال حتی اگر فردی فکر کند که عامل اختلال نعوذ خود را می داند، هنوز هم برای تشخیص درست باید به پزشک مراجعه کند. فرد مبتلا به اختلال نعوذ ممکن است قادر به رسیدن به نعوذ باشد، اما نه هر زمانی که دوست دارد. دچار نعوذهایی می شود که به اندازه دلها طول نمی کشد. قادر به رسیدن به نعوذ نیستند. آقای دکتر، پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیه؟ من به پیشنهاد میکنم به جای مصرف داروهای شیمیایی از داروهایی که من بهشون پیشنهاد میدم استفاده کنن که درست کردنش هم زیاد سخت نیست. در منزل میتونن این داروهای سنتی رو درست بکنن. البته این داروهایی که من پیشنهاد میکنم در دست مواد اولیه‌شون به سختی گیرن. آقای دکتر، انشاءالله که شنوندگان ما تلاششون میکنن. بله. خب برای اختلالات نعوذ به هر علتی که باشد میتونن مشکل رو کامل برطرف کنن. شما باید ضربی تخم مرغ محلی رو با روغن تلخ که در عطاری ها گیر میاد به اندازه کافی مخلوط بکنید و هر شب نیم ساعت قبل از همبستری استفاده بکنید، چرب بکنید، آلت تناسلی رو. روش دومی که من به پیشنهاد میکنم اینه که زهره خروسمی که خیلی مهمه و خیلی هم بیشترین مشکلاتی رو که از این یعنی افراد از این دارو استفاده کردن 100% حل شد مشکلشون. اینکه زهره فروز رو با مردارسن هم الان توی عطاریا به راحتی گیریه. زهره فروز رو با مردارسن ساییده و به مدت 1 هفته روی پارچه بریزید و صاف رو پارچه رو صاف بکنید و روی آلت تناسلی خودتون ببندید و این روش قادره که اگر کسی اختلالات نعوذ خیلی شدیدی هم داشته باشه مشکلش حل میشه. من به جرات میتونم بگم واقعا خیلی خوبه دکتر. بله، من به جرات میگم که این روش خیلی روش خوبیه و بسیاری از مشکلات مردان را حل کرده. بسیار بد. یه روش دیگه هم بنده پیشنهاد میکنم اینه که انگوزه یا همون انگوزه یا هینگ یا گیاه از عطاری خریداری بکنن و با عسل خالص مخلوط بکنن، روی پارچه بریزن
و روی آلت تناسلیشون سفت ببندن. این روش علاوه بر اختلالات نعوذ باعث کلفتی و بزرگ شدن آلت تناسلی شما میشه. بله آقای دکتر، خیلی ممنونم از شما که امروز وقتتون رو به ما دادید و ما و شنوندگان ما از اطلاعات شما بهره بردن. انشالله که شنوندگانی که این مشکل رو دارن بتونن از داروهای شما استفاده بکنن و مشکلشون رو حل بکنن. انشالله که استفاده کنن 100% حل میشه. آقای دکتر، وقت برنامه ما تموم شده. اگر مطلبی هست بفرمایید. نه ممنونم. من آرزوی سلامتی برای تمام مردم ایران رو دارم. ممنونم. یه جمله من هم بگم و برنامه رو تمام ببرم. فراموش نکنید این میزان تمرکز شما است که واقعیت زندگیتان را تعیین می‌کند. بدرود.